حریف از توشک خارج کنه، وگرنه او در منطقه زرد توشک خوب خالی میکنه، خوب جا عوض میکنه، خوب گام برمیداره. حالا میره برای اینجا فن سرگردن مهار کرده و مایه رکبی رو در اختیار گرفته. از همونجا یک بار دیگه پای حریف توشک خارج میکنه و ما فقط میشه ببینیم که امتیاز میدن یا نه. میگم که امتیاز رو بدن، حالا خودش اخطار هم میده. امتیازی که دادن، خوشبختانه امتیاز دادن. زیرگیری در برگشت، کشتیگیر ما زیرگیری میکنه. یک لحظه خانیوف زیرگیری کرد، در برگشت موفق میشه حریف از توشک خارج کنه. برای یک امتیاز یک اخطار هم میدن، یک اخطار هم میدن و کشتی حالا فعلا که 3-2 است. داور یک اخطار هم سرگم کنه، اما باید مواظب این روس باشه. روس ها در این حالت ها خودشون رو به موش بردگی میزنن، اما یه لحظه مچ پا رو میگیرن، یه خما میگیرن. دیدیم حالا یک بار کار به اون نمیده. اینجا پای کشتیگیر ما رو سعی کنه از توشک خارج کنه که مبین اون از توشک پر تاپ میکنه به بیرون. 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان. جانانه کشتی گرفت با غیرت ایرانی، با غیرتی که غیرت کردستانی و سقزی.